سلام دوستان، خواهیم فسنجان، البته حسن جان نگیدی خواهیم چکنم گردی سوستان دارم اندازه نیم کیلو اما نیم کیلو نخواهیم برای حسن جان، خیلی کمتر گردو بره. خیلی فسنجانه، حسن جان فسنجانیه که خیلی باصرفه. حالا در ادامه آموزشن دینید. همه گردوی تا حدی که قشنگ سابیده بابا. ببینید الان باز درشته از آن ریزتر قشنگ روغن آورد. این موقع من برای 250 گرم گردو 4 تا پیاز متوسط تقریبا برداشتم. پوست میگیرم و رنده درشت میذارم این نیم سرخ بشه، سرخ کامل نه. پیازم رنده درشت میزنم. غذا دوستان همون فسنجون تهرانی هاست، ولی ما گیلانی ها میگیم حسن جان. فوق‌العاده خوشمزه است، ما خیلی دوست داریم. یعنی مثل همون فسنجون خوشمزه. یه تغییر کوچیکی که داره از رب انار محلی، رب اناری که خودمون درست میکنیم، ترشه و شیرین نیستش. حالا خودمون اگه بخوایم به ذائقه خودمون یه چای قاشق یا 2 تا چای قاشق شکر اضافه میکنیم، چون رو به انار شرکتی ها اصلا این خوشمزگی که رو به انار گیلان داره نداره. حالا من رو به آلوچه درست کرده بودم توی یوتیوبم دوستان براتون گذاشتم، قسمت نشد براتون رو به اناری که خودم درست کردم رو بذارم براتون. دوست دارم پیازم رو گذاشتم، یه مقدار روغن ریختم. به این حالت که رسید از زنده بودن کمی در اومد دیگه، من مرغام رو اضافه میکنم. ببینید کار مرغ من همه درشته، باید از تیکه های درشت استفاده کنیم. حتما میریزم داخل پیازم، باهاش یه تابی میدم. سوش زیاد میکنم. من نمک و فلفل و زردچوبه به پیاز خودم، به مرغ خودم اضافه کردم. یه مقدار که این تاب خورد مرغ من، بهش گردومو اضافه میکنم. چرا من از همه آخرتر دارم گردومو اضافه میکنم؟ به خاطر اینکه گردوی من نسوزه. من اگر بعد پیاز گردوم اضافه میکردم گردوی من میسوخت و طعم سوختگی میگیره، اصلا خوب نیست.
به نظر من مشکلشون همینه دیگه. همه الان دیگه این همه‌گیر شده مشکلات اقتصادی. هر چقدر مرد کار کنه بازم واقعا با این همه گرونی آدم یه جورایی کم میاره، چون فقط یه شاخه نیست مشکلات، چند تا شاخه هست برای همه همین جور هستش. به هر حال خدا رو شکر همسر من خیلی آدم لارج، خیلی آدم اجتماعی هست و با من همکاری داره توی تمام مسیرهایی که من انتخاب میکنم. همسرم همیشه با من شونه به شونه میاد جلو و همراهی میکنه و کمک هم میکنه و ایده‌های خیلی خوبی بهم میده. من بهش افتخار میکنم. با همسر خوب داشتن یه نعمته. اینم بگم هر کسی یه بدی داره یه خوبی داره، بی عیب فقط خداست، فقط خداه بی عیب و بی مشکل. همه ما نواقص داریم، آدم باید ببینه به هر حال خوبی‌ها بیشتره، خوبی همسر آدم بیشتره یا اینکه بدیش. به هر حال یه جاهایی هم آدم باید گذر کنه، چشاشو ببنده و بگذره تا اون زندگی به هر حال بره جلو. مجردم باشی مشکلات خودتو داری، متأهلم باشی مشکلات خودتو داری. خیلی هم میگن چرا مثلا ازدواج متأهل شدی بدبخت شدی؟ نه، اتفاقا متأهلی خیلی شیرینه. شریک خوب، واقعا کسی که بتونه مونست باشه، مثل یه رفیق کنارت باشه، بتونی باهاش صحبت کنی، درد دل کنی، بفهمه تو رو، اینا به نظر من خیلی شرطه، خیلی شرطه به نظر من. توی همه زندگی ها دعوا هست، مشکلات هست. میگم که یه جایی باید به هر حال چشم پوشی کنیم از یه سری. ببینیم مثلا شاید واقعا ارزش داره طرف ما 4 تا 5 تا خوبی داره، 2 تا حالا یه نقصی داره. کیه که بی نقصه؟ همه ما دارای نواقص هستیم. خب من دیگه خیلی صحبت کردم، حالا میخوام گردوی خودم رو اضافه کنم. رنگ مرغ من تغییر کرده. من 250 گرم گردو اضافه کردم. این الان برای 2 وعده ما میشه دوستان، یعنی میخوام بهتون بگم پرحجمه، یعنی واقعا زیاد میشه. اگه من بخوام فسنجون بذارم این مدلی درست نکنم و همون طریقه فسنجون گیلکی اصیل خودمون بخوام درست کنم، این گردو به نظر من کمه، 250 گرم. ولی اینجوری واقعا خیلی با صفحه، خیلی هم خوشمزه میشه و لذت بخش. من یه تاب کوچیک میذارم گردوی من با مرغم و پیازم بخوره. بعد بهش رب انارم رو اضافه میکنم. خب دوستای گلم نگاه کنین، من یه قاشق رب اناری که خودم درست کردم، ببینید چقدر سفته. من الان باید با آب یه مقدار جوش اینو حل بیارم. اینم یه مقدار رب انار و رب آلوچه است، اینو هدیه گرفتم از خواهرم، اونم میخوام بریزم. اینم ربیه که خودم درست کردم، مال خودم خیلی سفته، باید یه مقدار با آب جوش حل بیارم بریزم روی این. بهتون بگم فوق‌العاده این ربا ترشه و واقعا خوشمزه است، یعنی نگم براتون، یعنی مزه بهشت پیدا میکنه غذا، خیلی خوشمزه میشه. ببینید عالیه، عالی. رب انار اصل باید اینجوری سفت باشه، ببینید باید اینجوری سفت باشه. ببینید نگاه کنید چقدر سفتن. رب انار اصل باید اینجوری باشه، نباید شل باشه، نباید خیلی سیاه باشه. بعضی یه چیزایی کدو قاطیش میکنن، نمیدونم چه چیزایی که قاطی میکنن، قرص آهن میریزن توش، اینا اصلا به درد نمیخوره به نظر من. اینا فقط زننده است، فقط همین که
طرف نمیدونه، وارد نیست، داره میخره، نمیدونه داره چی میخره. وقتی میخوری زبونت سیاه میشه، به خاطر اون قرص آهنه، به خاطر چیزایی که اضافه کرده و اون رب اصلا رب اصلی نیست. رب اصل اینه، اینجوریه، نگاه کنین، اینا رب اصلا، رب انار اصل باید اینجوری باشه. دوستان میبینی من یه مقدار آب جوش اضافه کردم و به زور باز داره باز میشه، نگاه کنین. این همینجوری توی آب جوش حل میارم تا یه مقدار شل بشه، بعد به غذام اضافه میکنم. من اصلا این رو برنامه شرکتی رو به هیچ عنوان قبول ندارم. من باید همسر جان من، قلب من برای من انار بگیره مثل هر سال. خودم توی خونه حالا شده 10 کیلو 8 کیلو 7 کیلو خودم باید خونه درست کنم، وگرنه قبول ندارم برای بیرون و اصلا آماده، چون همه مخصوص میشه، همه قاطی داره، اصل نیست. کیلویی 1 تومن 700 تومن 800 تومن هم دارن میفروشن. خواهید یه کافی من دیگه این رو اضافه میکنم. میذارم یه مقدار یه تابی بخوره. دوستای خوبم، الان که دیگه من رو برنارم ریختم و یه تابی دادم، الان دیگه موقعشه که من، چون ما خیلی دوست داریم اینجوری ترششیم، چون رو به من خیلی ترشه، خیلی ترشه، اصلا شیرین نیستش و من 1-2 قاشق بهش شکر اضافه میکنم که یه حسن جان خوشمزه ترش و شیرینی به من میده. خیلی لذیذ و خوشمزه است و حالت کاراملی میشه الان مایه من به خاطر پیازی که داره. یعنی واقعا اینجوری که من درست کردم شما درست کنید، بعد ببینید چقدر خوشمزه میشه. البته میگم خیلی مهمه رو به انار، گردوتونم خیلی مهمه، گردوی خوب باشه، اصلا به تلخی نزنه، نگزه، گردوی محلی باشه و رو به انارتونم باید رو به انار گیلان باشه. گیلان زیبای من باید چاشنیش از اینجا باشه که اون مزه‌ای که من میگم و وقتی درست کردین متوجه بشین که چقدر خوشمزه و لذیذه، همونی بشه که من میگم. این دیگه کافیه. من الان دیگه به این آب سرد اضافه میکنم. عزیزان من الان به مقدار لازم بهش آب سرد اضافه میکنم. همینقدر کافیه. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اگر رب از گیلم داشتین حتما اضافه کنید که فوق‌العاده خوشمزه میشه. میتونید کنار رب انار رب از گیلم یه چای قاشق بزنید. من عاشقشم، من نداشتم تموم کرده بودم. شما میتونید خودتون تهیه کنید، این غذا رو درست کردید حتما اضافه کنید، فوق‌العاده خوشمزه. جا بیفته. خب رفت تا 40 دقیقه 45 دقیقه دیگه با سوی کم برای خودش این جا بیفته. بعد میتونین بعد 40 دقیقه هر نگاهی که کردین درش برای نگاه کردین، اگه دیدین روغن ننداخته میتونین چند تا قطعه یخ بندازین. یخ باعث میشه که قشنگ روغن بندازه حسین ما. همچون دیگه حسن جان کاربرد داره این هم تو حسین جون.
حتما یادتون باشه سابسکرایب کنین، حمایت هم کنین، قلب بذارین، کامنت بذارین، ایده انتقادی چیزی دارین تو کامنت ها برای من بنویسین. و اینکه پیج اینستاگرام منم آذردانش، ممنون میشم که فالو کنین، لایک کنین، خوشحالم میکنین. مرسی که هستین دوستای گلم. جای همه دوستان خالی. حتما آموزش حسن جان رو ببینید، 100% خوشتون میاد دوستان و حتما درست کنید.